فلسفه زکات اینه که کل مردم غنی بشن و وقتی زکات میدید با طور زکات میدید که سالی دیگه چه اون نیازش برآورده شده باشه. وقتی زکات میدید با یک نفر رو چه مستغنی بکنید، خودکفا بکنید. نه اینکه مردم در خونه صف بکشن 200 نفر رو 20 تومن بهشون بدید، 20,000 تومن، یعنی اینا هر سال فقیرن. این طرز زکات دادن نیست. مسلمان ها اگر درست زکاتشون بدن همه نیازهای جامعه چه برطرف. از کسی از زکات دادن فقیر نمیشه. پس این مال اگر تو بالت بمونه آفته، مثل خوره بدون مالت میفته. اگر تو زکات مالت ندید یعنی آفت تو مال خودت نگه داشتی، مالتو بیرون میکنه، سربنیست میکنه. هیچ کسی از زکات دادن چه فقیر نشده.